اگه هر روز آدامس بجوید، این اتفاق برای بدن شما میافتد. فکر میکنید آدامس فقط برای خوشبو کردن نفس هست؟ دوباره فکر کنید. بدن شما به روش‌های شگفت انگیزی تغییر میکنه. اول، تمرکز شما را تقویت میکنه. مطالعات نشان میدهند که جویدن آدامس جریان خون به مغز شما را تا 25% افزایش میدهد. حافظه شما را تیزتر میکنه. زمان واکنش را تسریع میبخشد و به شما کمک میکند تمرکز خود را حفظ کنید. دوم، استرس را فوراً از بین میبرد. جویدن آدامس مانند یک ورزش کوچک برای مغز شما عمل میکند و سطح کورتیزول، هورمون استرس را تا 16% کاهش میدهد. سوم، با هوس و گرسنگی مبارزه میکند. جویدن مغز شما را فریب میدهد تا باور کند در حال غذا خوردن هستید که به شما کمک میکند هوس‌ها و میان وعده‌های غیر ضروری را کنترل کنید. این یک پیروزی بزرگ برای کنترل وزن است. چهارم، از دندانهای شما محافظت میکند. آدامس بدون قند نه تنها توسط دندان پزشکان تایید شده است، بلکه تولید بزاق را افزایش میدهد، اسیدها را خنثی میکند و به طور طبیعی به مبارزه با پوسیدگی دندان کمک میکند. پنجم، خلق و خوی شما را بهبود میبخشد. احساس افسردگی میکنید؟ تحقیقات نشان میدهند که جویدن آدامس میتواند خلق و خوی شما را بهبود بخشد، اضطراب را کاهش دهد و حتی باعث شود احساس شادابی و مثبت نگری بیشتری داشته باشید. اگر میخواهید در مورد درمانهای طبیعی بیشتر بدانید، نظر دهید و برای بهینه‌سازی سلامتی خود ما را دنبال کنید.